آره حاجی رفتم باشگاه اصلا زندگیمو دارم میسازم. داداش ای والله رفتی باشگاه ولی تو باشگاه بدن ساخته میشه نه زندگی. بپر بالا یه قهوه خونه بریم. داداش قهوه خونه واقعیتش یه مقدار اذیت میشم. بریم یه کافه لمیس خوبه. حاجی من امروز اصلا قهوه‌مو نخوردم رو مود نیستم. تو برای سر حال شدن چیکار می‌کنی؟ من داداش سر صبح یه آبی میزنم به دست صورتم و یا علی. داداش این چند وقته حالم خیلی گرفته. بریم یه مسافرت پایه‌ای. داداش پایه که هستم ولی نه داخل ایران. ای من بابا من شیشه تو این تراس داشتم کجاست؟ بابا شیشه 1.5 لیتر تو این تراس گذاشته بودم کو؟ بابا روش نوشته گلاب ناب محمدی کو الان نیست. اون صبح مامان جون دادم برد. روزه داشت می‌خواست ببره شله زرد درست کنه. اون چه کاری تو کردی الان؟ بابا یه مجلس الان منتظرم بفرستمش رو هوا. تو چیکار داری می‌کنی با زندگی من؟ خسیسی الان 4 تا پیرزن اون شله زرد. مادر من اون گلاب ببین بود خب ولی نابم بود محمدی نبود. چی بود؟ حالت کشمش داشت میفهمی؟ بعد اون زیاد با شله زرد رو دل میکنن. چه جالب این با آبالبالو چیزی بخورم. بابا خب اول با آبالبالو بخورم خب به بچه ربطی داره.